خدمات علاقه تاجیکستان گفت که اینترنت ارزان می شود، اما نگفت که کی. تا به حال بیش از 2 میلیون سیم کارت ها در تاجیکستان از نو به قید گرفته نشده است. پرزیدنت ترکمنستان سردار بردیمحمدوف به خودش رتبه گنرالی ارتش داد. قرقیزستان از قزاقستان خواست بودجه قرقیزها را آسان کند. در تاجیکستان با تأسیس یک ستاد دائمی امکان کاهش تعرفه‌ها و بلند برداشتن سرعت اینترنت را بررسی می‌کنند. در این باره الهام جان عطایف، معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان، در نشست خبری امروز 30 ینور در دوشنبه گفت. عطایف گفت از حساب متخصصان و مهندسان ساحه ستاد دائمی اپراتیوی تأسیس داده شد. ما به خریدن استانسیه‌های بازوی شروع کردیم. همگی 450 همین گونه بازه خریده می شود. در مورد تعرفه‌های اینترنت ما به خدمات ضد انحصاری نامه دخلدار ارسال کردیم. به گفته عطایف قیمت اینترنت کاهش خواهد یافت، اما درباره زمان آن چیزی نگفت. قبلا رئیس جمهور امامعلی رحمان در جلسه حکومت سپارش داده بود که قیمت اینترنت پایین برده شده صفتش بهتر گردد. چند سال آخر این گونه فرمانهای امامعلی رحمان اساساً برای پوبلیک صدا می دهند و اصلا اجرا نمی شوند. آخرین مثالش هم فرمان او درباره برداشتن لیمیت برقرسانی بود که همگی 5 روز کار کرد و لیمیت دوباره جاری شد. طبق اطلاع خدمات علاقه شماره کاربران اینترنت در تاجیکستان 4.5 میلیون نفر را تشکیل می دهد. حکومت تاجیکستان مهلت به قیدگیری دیگر باره سیم کارت ها با شناسنامه های نمونه سال 2014 را تا 15 فوریه سال 2023 مقرر کرده است. شماره سیم کارت هایی که با پیشنهاد شناسنامه نمونه سال 2014 به قید گرفته نشده است بیش از 2 میلیون را تشکیل می دهد. در این باره در نشست مطبوعاتی خدمات علاقه تاجیکستان اطلاع داده شد. گفته می شود از میان بیش از 2 میلیون سیم کارتی که تا حال به شناسنامه های نمونه سال 1996 در قیدند، بیش از 880 هزارشان فعال می باشند. بر اساس قرار حکومت تاجیکستان که هنوز سال 2016 درباره ترتیب و طلبات پیوستشوی به شبکه‌های علاقه برقی قبول شده بود، همه مشتریان علاقه موبیلی باید سیم کارت‌هایشان را با شناسنامه‌های ایدی نمونه سال 2014 از نو به قید گیرند که تا حال پر اجرا نشده است. حکومت برای ثبت دیگر باره سیم کارت ها بارها مهلت آن را تمدید کرده. بار آخر ماه فوریه سال 2022 آن را تا 15 فوریه سال 2023 دراز کرد. فعلا معلوم نیست که حکومت دیگر باره این مهلت را تمدید خواهد کرد یا نه. با گزارش خدمات علاقه کشور فعلا شماره عمومی مشتریان ساحه علاقه به 8 میلیون 300 هزار برابر است که از این 6 میلیون 400 هزار عددشان فعالند. سردار بردیمحمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان به خودش رتبه نظامی گنرالی ارتش را داد. در این باره خبرگزاری دولتی این کشور از اطلاع معلومات داد. چند روز پیش پدر سردار رئیس جمهوری پیشین ترکمنستان قربانگلی بردیمحمدوف پیشوای ملت اعلان شده صلاحیت‌های او نیز معین شده بودند. حالا طبق مقررات نو قربانگلی بردیمحمدوف حق دائمی مراجعت به مردم کشور را دارد. او میتواند در جلسه های پارلمان ترکمنستان و همچنین در نشست و انجمن های احزاب سیاسی سخنرانی کند. قربانگلی بردیمحمدوف ماه مارس سال 2022 کرسی پرزیدنتی را ترک کرد. در همان ماه انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار شد که در آن سردار بردیمحمدوف پسرش رئیس جمهور شد. با حمایت سال گذشته به مادر سردار بردیمحمدوف آگلگرک بردیمحمدوف برای سهم بزرگش در رشد صنعت ملی قالین بافی عنوان قالین بافی شایسته ترکمنستان داده شد. این عنوان را به او پسرش رئیس جمهوری ترکمنستان سردار بردیمحمدوف داده است. حکومت قرقیزستان از حکومت قزاقستان خواست که امکان ساده تر کردن قاعده های بودجه قرقیزها را در قزاقستان بررسی کند.
این درخواست 27 ینور در ملاقات معاون وزیر امور خارجه قرقیزستان الماز ایمانغازیف و سفیر قزاقستان در بشکک رلیل جاشیبایف صدا داده است. گفته می شود این ملاقات با تشبث جانب بشکک بعد تغییر قاعده های بود و باش شهروندان خارجی در قزاقستان صورت گرفته است. ایمانغازیف خواسته است که بود و باش قرقیزستانی ها در قزاقستان با نظر داشت مناسبت های استراتژی، همپیمانی دو کشور و عضویت آنها در اتحاد اقتصادی اوراسیا ساده تر کرده شود. گفتنی است مقامات قزاقستان اخیراً قاعده های ورود و بود و باش مهاجران را سخت‌تر کردند. قاعده های نو برای شهروندان کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا که روسیه را در بر میگیرد 90 شبانه روزی بود و باش به ویزا را در مهلت 180 روزی تقویمی پیش بینی می کند.